قبرس که یکی از امن‌ترین جزیره‌های کوچیک دنیاست، در دریای مدیترانه قرار داره و سواحل فوق‌العاده‌اش همیشه میزبان کلی توریست از کلی کشور مختلف توی دنیاست. در قبرس شمالی خبری از بی‌امنی نیست. سیستم‌های امنیتی در این جزیره روز به روز در حال پیشرفتن و به این ترتیب به سادگی میشه به این نتیجه رسید که قبرس شمالی میتونه یه مکان بسیار امن و عالی برای یه زندگی فوق‌العاده به حساب بیاد. در این جزیره برای کودکان بهترین سیستم‌های امنیتی دیده شده، به طوری که کودکان میتونن به راحتی وارد حیطه تحصیل و رشد بشن و هیچ تهدیدی شامل حالشون نشه. جزیره قبرس تاریخچه بلندی داره و طی سالهای مختلف تحت فرمان امپراتوری‌های بزرگ از جمله ایرانیان، رومی‌ها، یونانی‌ها، امپراتوری عثمانی و سرانجام انگلیسی‌ها بوده. شما با گشت و گذار در این جزیره میتونید با آثار مختلفی از این امپراتوری‌ها برخورد کنید. در سال 1960 این جزیره مستقل شد، اما در سال 1964 بعد از حدود 11 سال درگیری بین قبرسی‌های یونانی و ترک‌ها بالاخره سازمان ملل متحد دست به کار شد و تصمیم به معمول کردن یک نیروی پاسدار صلح به این جزیره گرفت. اما درگیری‌ها و تنش‌ها بین ترک‌ها و یونانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال 1974 و با تصمیم کشورهایی مثل ترکیه، یونان و بریتانیا که در این جزیره منافع داشتن، این جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. بعد از اون همیشه تلاش‌های مختلفی شده که این جزیره دوباره به صورت متحدالشکل در بیاد، اما تا حالا که هیچ توافقی صورت نگرفته. این جزیره نمادهای مختلفی داره که یکی از معروفترینش الاغ‌های اصیل این جزیره‌اند که به صورت گروهی و دست جمعی با هم زندگی میکنن. همچنین محیط زندگی مخصوص به خودشونو هم به وجود آوردن که علاقه‌مندان حیوانات برای دیدن از اونا معمولاً به کارپاز سفر میکنن. امکان اینکه الاغ‌ها رو در محل زندگی طبیعیشون به خصوص در اطراف روستای دیکارپاز و دماغه ظفر در شبه جزیره کارپاز ببینید خیلی زیاده. خب حالا دیگه وقتشه که بریم سراغ اولین چیزی که یه توریست تو سفرش حتما دنبالش میگرده. بله کاملا درست حد زدید، مکان‌های دیدنی. هر کدوم از شهرهای قبرس شمالی دیدنی‌های زیادی داره و قطعاً برای هر سلیقه‌ای یه چیز مناسب پیدا میشه. شکی نیست که نمیشه همه مکان‌های دیدنی یه جزیره رو توی یه پادکست معرفی کنیم، ولی سعیمون به اینه که جاهایی که از همه جا باحال‌تر و جالب‌تر رو بهتون معرفی کنیم. شهر باستانی سالامیس اولین جاییه که بهتون معرفی میکنیم. بر اساس شنیده ها این شهر توسط تئوسر پسر تلامون چون نتونسته بود انتقام مرگ برادرش آیان رو در جنگ تروا بگیره و توان برگشتن به خونه رو هم نداشت ساخته شد. آیان بعد از آشیل نیرومندترین قهرمان یونانی در جنگ تروا بود. این شهر که در شمال فاماگوستا قرار داره، طبق آثاری که در این شهر پیدا شده قدمتش حداقل به 11 قرن قبل از میلاد برمیگرده. خرابه‌های ژیمناسیوم، حمام‌ها و انجمن‌های این شهر از جمله مکان‌های اینجا هستند که باعث میشه این شهر به یکی از مهمترین مناطق گردشگری قبرس شمالی تبدیل بشه. در حال حاضر تنها 1/3 این شهر که روی خشکی قرار داره قابل بازدیده و مابقی به زیر آب رفته. قلعه سنت هیلاریون یکی دیگه از مکانهای دیدنی قبرس شمالیه که حتما بهتون پیشنهاد میکنیم از این مکانم دیدن کنیم. این قلعه یکی از قلعه هاییه که در کوهستان بشپارماک به معنی 5 انگشت در ارتفاع 700 متری از سطح دریا ساخته شده. ساخت این قلعه در قرن 10 میلادی شروع میشه. اول از همه یک صومعه و کلیسا در این قلعه ساخته شده.
این محل برای سالهای زیادی محل عبادت این قدیس به نام سنت هیلاریون بوده. نکته جالبی که در مورد این قلعه گفته میشه اینه که ایده یکی از معروفترین آثار والت دیزنی یعنی سفید برفی و 7 کوتوله از این قلعه الهام گرفته شده. همچنین در بسیاری از بازی‌های کامپیوتری از جمله اساسینز کرید این قلعه به نمایش در اومده. همونطور که بهتون گفتیم قبرس شمالی در دریای مدیترانه قرار داره و سواحل معروفی هم داره. یکی از سواحلی که همیشه طرفدارای زیادی پیدا میکنه ساحل شگفت‌انگیز طلایی یا گلدن بیچه که یکی از بکرترین سواحل مدیترانه به حساب میاد. طول این ساحل به 2 کیلومتر میرسه و در کنار شبه جزیره کارپاز قرار داره. رنگ آبی فوق‌العاده دریای مدیترانه و شنهای طلایی ساحل صحنه زیبایی برای کسایی که از این محل بازدید میکنن به وجود میاره. وقتی از این ساحل دیدن میکنید میتونید با خیال راحت با پاهای برهنه کیلومترها پیاده روی کنید و روح خودتون رو تازه کنید. شبه جزیره کارپاز یکی از شگفتی‌های طبیعی قبرس شمالیه. وقتی از کارپاز دیدن میکنید طبیعت و تاریخ رو در کنار هم میبینید. اینجا یکی از بکرترین مناطق در قبرس شمالی به حساب میاد. اگه میخواید شهرهای قدیمی، صومعه‌ها و ردپاهای فراوون از دوره‌های مختلف تاریخی رو یه جا ببینید شک نکنید که باید از شبه جزیره کارپاز دیدن کنید. مثل همیشه دوست داریم در مورد معماری قبرس هم بهتون بگیم. همونطوری که بهتون گفتیم از اونجایی که این جزیره تحت سلطه امپراتوری‌های مختلفی بوده طبیعیه که بتونیم آثاری از معماری رومی، یونانی، عثمانی و ایرانی رو در گوشه گوشه این جزیره ببینیم. اما معماری مدرن این جزیره در دهه 3 قرن 20 میلادی بعد از ورود معمارهای اروپایی به این جزیره شکل گرفته و به سمت مدرنیته پیش رفته. بعد از جنگ جهانی دوم مدرنیسم ساختاری محبوب و محبوبتر شد و سازمان‌ها و ادارات با این ایده ها ساخته شدن. خب حالا دیگه وقتشه که خوراکی‌های خوشمزه قبرس شمالی رو بهتون معرفی کنیم. غذاهای محلی قبرس شمالی هم اونقدی خوشمزه هستن که حتما باید وقتی به اونجا سفر میکنید امتحانشون کنید. اول از همه میخوایم از شفتالی کباب بهتون بگیم که یه سوسیس سنتی قبرسیه که ترکیبی از گوشت گوسفندی یا بز، پیاز خرد شده، جعفری و گیاهای مختلف که در آخر توی چربی پیچیده میشه. بعد از انجام این مراحل حسابی باید روی زغال کباب شه تا زمانی که رنگ قهوه‌ای به خودش بگیره. پیروهو یکی از غذاهای سنتی قبرسه که توریستا و مردم محلی به عنوان دسر ازش استفاده میکنن و به اون علاقه خیلی زیادی دارن. این غذا با ترکیبی از پنیر قبرسی و ریحان خشک شده در یه قالب شیرینی پزی درست میشه. این خوراکی به همراه هالومی بر روی اون سرو میشه. هالومی یه پنیر سنتی قبرسیه که معمولاً از شیر گوسفند یا بز گرفته میشه. این پنیر سفید خوشمزه میتونه به عنوان صبحانه مصرف بشه. همچنین روی باربیکیو و یا در یه ماهیتابه سرخ میشه. اینجا یه کباب سنتی دیگه هم داره به اسم فرن. فرن به اسم کباب دزدها هم معروفه. این کباب از گوشت ران گوساله یا بز جوان همراه با سیب زمینی در اجاق گازهای سنتی پخته میشه. فرن کباب یکی از مهمترین غذاهای سنتی مردم قبرسه و در کنارش ماست، پیاز، گندم کوبیده شده و سالاد فصل هم سرو میشه. خب حالا وقتشه که در مورد فرهنگ مردم قبرس شمالی هم بهتون بگیم. فرهنگ قبرس شمالی بسیار غنی و متنوعه و الهامات زیادی هم از فرهنگ ترکیه و کشورهای اطراف خودش در حوزه مدیترانه داره.
مردم قبرس شمالی بسیار گرم و مهمون نوازند. با اینکه تو بخش شمالی زبان رسمی ترکی قبرسیه که یه زیرشاخه از ترکی استانبولی به حساب میاد، اما اکثریت مردم به زبان انگلیسی تسلط خوبی دارن و در نتیجه اگه بخواید با مردم این کشور انگلیسی صحبت کنید مشکل خاصی نخواهید داشت. خیلی از فرهنگ‌های این جزیره ترکیبی از چندین فرهنگیه که طی دوران مختلف با توجه به تحت سلطه بودن طولانی مدت این جزیره ها به وجود اومده. دین رسمی این بخش شمالی جزیره اسلامه، ولی زیاد به این که همیشه حتما به مسجد برن اهمیتی نمیدن. کلا نظرشون به اینه که دین من درون منه و نیازی به نمایشش هم ندارم. اگه توی قبرس به مسائل فرهنگیشون عمل نکنید ناراحت نمیشن، اما اگه بتونید به یه سری قوانین عمل کنید و خودی نشون بدین قطعاً خوشحال‌تر میشن. مثلا وقتی وارد خونه کسی میشید معمولاً باید دست بدین، لبخند بزنید و به چشماشون نگاه کنید. وقتی میخواید خداحافظی کنید از تک تک اعضای خانواده تک تک خداحافظی کنید. وقتی به مسجد یا خونه کسی میرید قبل از اینکه وارد بشید کفشاتون رو در بیارید، چون معمولا کف خونه ها فرش پهنه و نباید کثیف بشه. خیلی خوبه که برای میزبانتون شیرینی، کیک یا گل ببرید، ولی یادتون باشه که یه سری گلا مخصوص مراسم ختمه، نه مهمونی رفتن. اگه کسی بهتون پیشنهاد داد که فال قهوه‌تون رو بگیره، باید فنجونتون رو زیر و رو بذارید روی نرگسی و منتظر بمونید. بازی‌های قهوه خونه‌ای هم توی قبرس شمالی خیلی رواج داره و همینطور تاولی که یه بازی شبیه تخت نرده خیلی محبوبه. و اما میخوایم داستان جالب امروزمون از قبرس شمالی رو براتون بیان کنیم. همونطور که بهتون گفتیم یک کوهستان به نام بشپارماک که معنی اون میشه 5 تا انگشت توی این جزیره قرار داره. داستان‌های اساطیری زیادی در مورد این کوهستان‌ها و علت نامگذاریش وجود داره. اما یکی از معروف‌ترین اون داستان‌ها اینیه که الان بهتون میگم. 2 مرد جوان بودن که به خاطر یه دختر نبرد مرگاوری داشتن. سرانجام ویرتوس موفق میشه رقیبش که شخصیت خودخواهی داشت رو شکست بده. بعد از پیروزی جنازه رقیبش رو از بالای کوه به آب میندازه، اما اونقدر جراحت‌های عمیقی داشته که خودش هم به آب میفته، به طوری که فقط انگشتای دستش از آب بیرون میمونه. با گذشت زمان انگشتاش تبدیل به سنگ میشه و به شکل فعلی کوه بشمارک در